چند وقته با تیم آموتک کار میکنین؟ ما جفتمون حدوداً یک ماه. پیشرفتاتون چطور بوده؟ کلا راضی بودین از عمل کرد و فکر میکنین که چه چیزی تو آموتک بود که حالا نسبت به بقیه جاها براتون مهمتر بود و بهتر بود؟ خب به نظر من که پیگیری خیلی خوبی داشتن واسه مثلا که گزارشگاه رو بفرستیم و درسامون رو بخونیم. کلا پیگیری خیلی خوبی بود که مثلا فکر کنم جای دیگه قطعا اینجوری نباشه و اینکه مثلا تایممون و برنامه‌مون چیز فرازمینی نبود که نتونیم اجرا بکنیم. یه تایمی که قشنگ هم به درسمون رسیدیم هم به تستامون و حتی وقتی که مثلا نتونستیم درسامون رو بخونیم وقت جبرانش رو داشتیم. آره دقیقاً. نسبت به اوایل خیلی پیشرفت کردم واقعا. اوایل تایم تست دادنم خب زیاد بود، تسلط کافی نداشتم، ولی توی این تقریبا یک ماهه هم تایم تست دادنم کمتر شده، هم تسلطم بیشتر شده. در حالی که مثلا صورت سوال رو میبینم میفهمم که سریع ازم چی میخوام. آره. مطالب رو کامل الان متوجه میشی. آره شما خب منم اول که شروع کردم به تست زدن همین که خیلی تعداد غلطام زیاد بود، همین که زمان زیادی ازم میگرفت، ولی این چند روزی که مثلا تست زدم و تمرین کردم و توی این چند هفته‌ای که مثلا با آموزشگاه کار می‌کردم هم زمانش خیلی بهتر شده هم تعداد درستام خیلی بیشتر شد. باریکلا. واقعا شما دوتا به نظر من خیلی جای پیشرفت بزرگی دارید، چون میبینم که واقعا صبح تا شب دارید تایم میذارید، گزارش کاراتون رو خیلی دقیق دارید ارسال میکنید و از نظر من دوتا دانش آموز واقعا نمونه اید.